ماشاءالله آفرین برو بخیر تیم محسنی در نظر پیروز شد آفرین آفرین والا به شکی مثال صاحب امروز در لب بندی او چکرم دید؟ آره صاحب میتونید در سایلم ده زوست و آوازی هم منه دیگه بسیار لذت بخشه خب میتون هفته یک دفعه دو هفته پاس یک دفعه مایید نظر منیجی آره زوستو کو هر روز بخیمه ما این روز دیگه میتون رفتاری نامی تفریح دیگه پای خاک مردام رفتی اونو زندم ده نیال دیگه نیا چی وقت دیل چی اخم شکی باری اون آوازین صحیح خب موفق باشین استاد صاحب زنده باشین بخشی دوستایی که فیلم تو میگرنه کدوم سلام اگر داره خوانه بچه های تو کاکا خلا لالا خلا قوما دوستا وطندارا سلام اگر داره کنه بوگی که میشنه و میبینه فیلم تره سلام دیگه خدا وارز بلاها حفظ کنه سلام از تای دل برای کلگیش یعنی کلگی چیزی که قومای دوستای برادرای مسافر یاوز که به این سویه که سایه سر از وای دیگه بله سایه سرم زوایه میتو بچه کمک کده دیگه نیالی کلگی برادرها در هر جایی که هستم امزی پیش از خواب غفلت بوده یا چیز بودیجه نبوده دیگه نیالی موم تصمیم داره که ما آخر یک اوزاک دی برادر ایک ده قندار نره فایدهش برادر اونو نگره خب استاد صاحب بخیر کاری سیمت کاری شروع شده دیگه بخیر دیروز دوستا خوشحال بود دیگه که کار بخیر پخته شده ما گفته یه سیل رو را موتور بندی مونه که نمونه ده پلان هسته؟ پلان خو اره برنامه هسته منتها پلان بودیجه کمه نرسیده بودیجه نرسیده از خطر برسنه بعد از او بخیر بلیش سیمت کاری شروع نی با امید خدا انشالله سیمت رو مرسینی بخیر در خدمت شما و تیالی آقا جان دیگه سال دیگه بخیر نیالای زیر غمش بخور دیگه بخیره خوبه استاد از غزنی بیری در اینجا نمیشه بخش بند گلستون بیری خو
یک دوینم صد دانه نیال ده اونجا سرشته خو آره انشالله اونجا 4 طرف نیال شده میشه اینجا که قدر لازم شد اونجا که یک دوینم صد دانه دکاره میشینی با امید خدا را آره همین سال هم اینجا گفتی که بشینی یک مقدار سال نوقت شده بود دیگه سال نوقت شد بله آره، بله سال اگر نوقت من شد اینجا نیالا رو میوردی نشاندی ان شاء الله با امید خدا آقای رحمانی صاحب خوش آمدی در قد سنگای پاتو سلامت باشه اخلاصی صاحب عزیز مهربان واقعا خوشحال شدیم امروز آمدیم پاتو چند از بابت تا اینجا نزدیک 3 ساعت راه آمدیم بله وقتی اینجا آمدیم خستگی همش اینجا خلاص شد بله خب مسیر راه پاتو درچند میگفت بسیار خراب و ولی با زحمات دوستان واقعا راه خوب ساخته شده وقتی با آمدیم با بندی فعلا و نام بندی آبادان بله رو به نام بندی خورشید شنیده بودیم بله بند خورشید پاتو واقعا دیدیم خوشحال شدیم جای زیبایی درست شده بود بله اینجا هم آمدیم بند گلستور میبینیم زحمات دوستایی که زحمت میکشن بله کمک میکنن بله قابل قدر زنده باشین آقای رحمانی این صاحب نمونه شد امروز در سطح جمهوری کارای بند آبادان خورشید کل افغانستان بله بله حتی وزارت احیا و انکشاف جهاد وزارت پایدامه در قسمت‌ها باید توجه به خودشان و یک مردم و دوستایی که از خارج کمک میکنن واقعا دست از اونا بوسیدنیه بله زنده ما باشین بسیار سپاسگزار از این دوستا باید باشیم و سپاسگزار دوستایی هستیم که زحمت میکشه شب و روز بله به اینجا کار مونه بله بله تلاش مونه برنامه ریزینه یه واقعا قابل قدر زنده باشین آقای رحمانی صاحب سپاسگزار زحمات شما هستیم آقای اخلاصی تشکر. عزیز سلامت واقعا باشین زحمت میکشیم برنامه ریزی مونیم زنده برای باشین. دوستا زحمت میکشیم سلامت ما باشین کاش که چند تا از دوستایی مثل شما می داشتی که خواهش در همه نقاط افغانستان زحمت میکشید برای مردم آقای رحمانی صاحب. چرا ناکامرایی از خود افغانستان نداشته باشیم تشکر. زحمت بکشید برای مردم افغانستان و گذشته از او و بازم از دوستایی که زحمت کشیدن پول روان کردن برای بندی آبگردانی پاتو بله ما بازم تقاضامنده که در همه عرصه ها بخصوص بند گلستون که بخیر کار شروع شده این روز بله. میبینی خیلی بله. قشنگ بله بله ای هم ادامه پیدا کنه کارایشی و انشالله آب یک روز اینجا جمع شود با امید بیایی خدا ببینی انشالله کارایش انشالله دیگر تشکر مونیم از همه زنده دوستا باشین، از زنده شما از باشین. همه دوستا و اجزایی که به این زحمت تشکر. سپاسگزار شما آقای اخلاصی. خوش علیزاده صاحب رفیق دوره عسکری از قریه بابا قریه قهرمانپس خوش آمدین برای دید و بازدید از پاتو و از کارهای خوردریزی که صورت میگیرن بسیار زیاد مرا با اندون خوشحال ساختیم اول دفعه تیا پاتو مایی؟ ما سلام میکنیم خدمت مردم شریف پاتو مردم زحمتکش پاتو و دوستای فرهنگی پاتو ما از بابا مسیر بسیار تجربه شد از مسیر سنگموشه آمدیم در پاتو که شاهد باشیم زحمات دوستای پاتو بله سلام میکنیم از سنگهای پاتو و بله 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 بار اول هست بله آقای اخلاصی صاحب ما در پاتو آمدیم زحماتی که کرد و ابتکاری که این مردم در بین این دره ها در بین صحنه ها کاری که اینا روی دست داشتن و کاری که اینا انجام دادن از نظر ما یک نمونه هست در سطح نه در سطح جامعه بلکه در سطح افغانستان در سطح افغانستان این برای ما بسیار جای خوشحالی هست خوشحال هستیم که بعد از چندین سال آمدیم در پاتو و خدمت دوست عزیز آقای اخلاصی زنده و باشین بازدید از دو تا بندی که فعلا روش کار میکنن بله و نمونه بسیار خوب هست
امیدواریم که مناطق دیگه هم برداری کنن از این اتفاق از این طرحی که در پلاتو اجرا میشه و دوستایی که چی در خارج هست چی در داخل هست حمایت میکنن اونا هم دستشان بوسیدنی هست حمایت میکنن از دوستایی که در داخل هست تا تشکر. اینا کارهای مثمر برای ملت انجام زنده باشین. ما از بابا آمدیم در پلاتو این مسیر طولانی رو واقعا خسته شده بودیم ولی وقتی که کار رو دیدیم خستگی ما رفت. تشکر. آقای اخلاصی زنده باش. تعارف کردن که بریم خانه چای بخوریم. بله. ما گفتیم که دیدن از زمین بندها اینا خودش بزرگترین پذیرایی است. تشکر. زنده باشین. خوش آمدین. خیلی خوشحال شدم. انشالله که خاطره بد نبرین. از خیلی سنگای پاتو مشهور بودن. زنده باشین. زنده باشین.